سلام و درود بر شما. من حدود 6 ساله 3 سال و خورده ای 3 سال و نیم یه ذره بیشتر 3 سال و 3 ماه تقریبا برنامه‌نویس موبایل هستم و حوزه فلاتر کارم. زیرساخت هستم. من کارشناس چی هستم؟ من برنامه‌نویس زیرساخت هستم، مسئول ABPMS. ما دلفی کارشناس استقرار پشتیبانی، کارمند تولید محصول. بستگی داره دیگه، خیلی وقت میتونه رفع باگش خیلی خوشحالش کنه. این که کسی بهش کار نداشته باشه کارش بکنه. اون لحظه‌ایه که دکمه رانو میزنید بدون باگ، کدم جواب بده. رفع باگ. که تکنولوژی عقب باشه. یه کسی اون وسط بیاد حرف بزنه نظر کارش بکنه. هر وقت حالا شده یه کار فرسی داشته کار میکرده، چرا الان کار نمیکنه؟ اون خیلی ترسیده. ددلاین پروژه. ورزش کردن. توی بحث ریسرچ بیشتر باهاش صحبت میکردم، ولی خب من یه ربات نما دارم. احتمالا میذاشتم ماساژم بده. جواب دادن نامه ها. بیا CD رو به من نصب کن. و گوشیم خراب شده چه شاید از این. آره اولین چیزی که هر کسی فکر میکنه که آدم انجام میده میگن اینستای ما رو هک کن، اینستای فلانی رو هک کن. این شکلیه. اون لحظه که میگیم برنامه نویسم مثلا میگه میتونی آهنگ جدید چی داری رو فلش ما بریزی CD رایت میکنی برای ما. آخرین لپتاپی که میتونم بخرم قیمتش مثلا تا اینقدر باشه چقدره؟ خلاق، باهوش، پرکار، خسته، درک نشو. سخت‌کوشی، دقت، استرس. پیگیر بودن و ایجاد چیزهایی که کارا رو خیلی راحت کنه.